نعم. وقوله ما ظهر منها وما بطن قيل إن المعنى ما ظهر فحشه وما خفيه. یعنی این چی که طور باشه مثلا یعنی ظاهر باشد یا که پنهان باشد. یعنی این چیزی که مجاهد رحمه الله میگوید که ما ظهر منها میگوید یعنی الطواف عریانا میگوید. یعنی چی میگوید؟ یعنی الزنا عند الكعبه میگوید. اما ما بطن میگوید یعنی چی میگوید؟ یعنی ما ظهر منها الطواف عریانا میگوید و ما بطن الزنا عند البيت. نعوذ بالله. نعم. و دویمش الاثم والبغي بغیر الحق. یعنی دویمش چی شد؟ یعنی الله سبحانه و تعالی یعنی دویم سیمش اثم یعنی چی؟ بغی حرام کرد. اثم المراد به ما يكون سببا له من المعاصي. رسول صلی الله علیه و سلم اثم چی میگوید؟ الاثم ما حاك في نفسك و کریهت یطلع علیه الناس. یک چیزی که توی ناآرام میکنوند. یک کار میکنی، یک تجارت میکنی، گرچه مثلا یعنی فلان فتوا میتیاد میگوید که خیر کن میگوید، لیکن نفستا یک چیز توی نورو میکرد که بر ربا نباشه. یعنی معناش فهم که چه گناه هست. اما بغی العدوان علی الناس یعنی آدم ها به چه دشمنی کرده، خیانتکاری. اعوذ بالله. انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق. اعوذ بالله. یعنی هم به مسند احمد اند حدیث صحیح اومدگی یعنی گناهی که نیست مثل چی؟ بغی. هم بغی آدمی که بغی میکند الله سبحانه و تعالی وی جزاش دنیون ده پیش از آخرت میتید. جزای وی پیش امردنش جزاش اول میگیرد. دیگه گناه های الله تعالی چی میکند؟ یعنی مزمن چی میکند؟ یعنی ممکن دنیا به جزا نمیتید، دنیا جزا نمیتید، روز قیامت انده چی گناهش برداشته میبیارد، قیامت انده جزاش میگیرد. لیکن الا بغی باید گناهش چی؟ دنیون گرد پیش هم مردن. یعنی بغی دشمنی، خیانتکاری، یعنی برو به تو دوستی میکند لیکن دلش انده چی؟ تو دشمنی میکند. یعنی خیانتکاری، برادر فروشی. فهمدید؟ یعنی رو برو تو کتی ظاهرا چی؟ دوست، لیکن حقیقتا میگن که قفا خورد میزند، ضد تو کار میکند. چی میگن نماینده؟ یعنی چی باشد میداراتیم بیانی؟ نه مثل همین چیز میدارد. یعنی این چیز یعنی گناهی که الله تعالی این گناهش مسند احمد اند به اسناد صحیح اومده یعنی چی؟ پیش از قیامت دنیون دوی جزاش میگیرد و نمیمرد تا جزاش نبینه دنیا به سون روز قیامت اند با این سختتر و به چی جزا تیار شدگی. یعنی آدم یعنی چی؟ با همین 4 یعنی درهم دنیای دینش فروخت. في قول البغي بغير الحق یعنی اینجا نمیفهمیم که بغیر الحق بغی یعنی دو به تقسیم میشد، به حقی بسونه بغیر حقی، بلکه بغی همش چیه؟ بغیر الحق میشه. فهمدید؟ بغی یعنی این خیلی کاری گفتگی ما یعنی من پردات لسه گفته دشمنی، گفتیم خیانت، کاری، منافقی، اینا همش چیه؟ همش به حق این چیزا. یعنی بغیر الحق چی میگه؟ من صفه کاشفه میگه. یعنی مثل تعلیل. یعنی بغی برای چی؟ حرام، برای اینکه بغی بغیر حق است، حق نیست. سونه چهارمش ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطان. یعنی چی بدست؟ یعنی چهارمش شرک. چهارمش شرک الله تعالی حرام کرده. ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطان یعنی الله به شرک میبیاره همین چیزی که الله سلطان یعنی چی حجت ندارد. یعنی نعم. والذین يدعون مع الله اله آخر لا برهان له به. لا برهان نگرید یعنی شرک به تو نیست، شرک به یعنی دلیل نیست. هم خیلی نه مشرک دلیل ندارد، مشرک حجت ندارد. یعنی میخواد چه؟ شرک یعنی حجت ندارد، یعنی الله به حجت شرک آورد. این هم چه گفتم؟ یعنی بغیر ما یعنی ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطان، ما لم ينزل به سلطان صفه کاشفه میگه. والذين نعم وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. وهذا القيد ما لم نعم گفتیم مثل چه؟ بغیر الحق. وان تقول انا من پنجمش وان تقولوا على الله ما لا تعلمون یعنی وحرم ان تقولوا على الله ما لا تعلمون فحرام سبحان الله. یعنی ببینید پنجمش یعنی از یعنی ابن القیم رحمه الله میگه که این چی میگه؟ یعنی الارتقاء میگه من الادنى الى الاعلى. یعنی اینجا دو 5 چیزایی که یعنی از پست بالا به الله تعالی برآورد. یعنی فاحشه گرفتیم که اعوذ بالله گناه خوشه، یعنی فاحشه اعوذ بالله یعنی مرد به مرد یعنی
کار زنا میکردگیش، یا که زنا کردن، یا که مثلا یعنی انسان مادرش خواهرش نکاح کردن، فاحشه، این گناهی کلان. اسم از اینم کلانتر. و بغی دشمنی هم گفتگی هم افایم گناهی کلانتر. شرک افایم کلانتر. و الله حقش به علم سخن گفتن افایم گناهی کلانتر میشد. ها؟ یعنی برای همین چی به الله میگه انسان دین به هیچ وقت به علم گام نمیزنه. قل به علم او سکوت به حلم. یا به علم گام زن یا به حلم سکوت کن. گام نزن به دین. به علم که نداشته درباره دین الله تعالی چی سخن نگو. ها؟ سخن نگو. هیچ وقت یعنی چی انسان یعنی چی درباره دین یعنی سخن نمیگه. نگرید سخن گفتن درباره دین یعنی اعوذ بالله این از یعنی برای همین ابن قیم میگه که برای اینکه بعض شرک های سبب شویش چی بود؟ العلم علی الله بغیر علم. همین که بود از جهل چی شده یعنی شرک پیدا شده اومد یعنی وحرم ان تقول على الله ما لا تعلمون فحرام علينا ان نقول على الله ما لا نعلم سواء كان في ذاته او اسمائه. نعم یعنی الله تعالی حقش به ذاتش به اسمهاش به صفاتهاش به فعلهاش به حکمهاش به یعنی دین الله تعالی به علم سخن گفتن ابدا ممکن نیست. هم پنج چیز الله تعالی چه ما به حرام کرد. نعم و فيها رد على المشركين الذين حرموا ما لم يحرمه الله. اذ قال قائل اين صفه یعنی این آیت اعراف انده کنی صفت سلبی گچ میگه من چهارم پنجمش یعنی الله به شرک آوردن و الله به سخن به علم سخن گفتن. به علم سخن گفتن یعنی این چه ممکن نه در حق الله تعالی. نه صفات سلبیه. فایده مسلکی اینجا میگیریم که چی میگیریم یعنی هم پنج چیز باید که دائم اجتناب کنیم. از پنج چیز باید دور شویم. وقد قال اهل العلم یعنی این پنج چیزی که تمام اهل دین یعنی چی به این چیزا یعنی اتفاق کرده یعنی پنج چیز یعنی تمام نام هم دین ها به این چیزا حرام بود یعنی فاحشه یعنی اثم البغي شرک و به علم سخن گفتن یعنی سخن قصه عیسی علیه السلام و مکر الله والله خیر الماکرین یعنی من یعنی یهوذا گفتیم که یعنی چه خیانت کرد حق استادش به حق نبی الله یا رسول الله روح الله عیسی چیکار کرد یعنی خیانت کرد خودش یعنی یکی از دوستاش یکی از شاگردا گرفته چیکار کرد یعنی خواست که فروش ادری میهوبه لیکن هنه چی شد یعنی مکر کردگیش خودش بگشت گرفتن خودش کشتن یعنی خیلی یعنی همین خیلی چیز تمام شریعت یعنی من موقوقیس وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم سنجیدنی شد که آیا من رسول حق یا نه چیکار کرد یعنی دو خواهرای فرستانید یعنی سیرین و ماریه بعدش خواهرها بودن و میدونست که انبیاها دو خواهرای زنیبه نمیگیرن دو خواهر جمع کردن ممکن نه وان تجمع بین اختین دو خواهر جمع کردن ممکن نه و رسول صلی الله علیه و چیکار کرد یعنی ماریه گرفت سیرین که به لحیه بداد یعنی این همه پنج چیز به تمام دین ها متفقن یعنی تمام دین ها ادیان انسماوی چیان ويدخل في القول على الله بغيرهم تحريف نصوص الكتاب يعني نعم تحريف نصوص الكتاب والسنة في الصفات وغيرها يعني الله تعالى يد میگوید و اومده چی میگوید یعنی نعمت میگن قدرت میگن ملک میگن چی خیلی سبحان الله دست شما تحریف کرده فإن الإنسان إذا حرف النصوص الصفات مثل أن يقول المراد باليدين النعمة فقد قال على الله بغير علم على وجهين أن النفي ظاهر بلا علم أثبت لله خلاف بغير دليل يعني یک چیز نفی کرد دیگه چیز اثبات کرد محرف يعني تعطيل کرد ثم تحريف کرد فهو يقول لم يريد الله كذا وأراد كذا فنقول هات الدليل على أن لم يريد كذا وعلى أراد كذا فإن لم يأتي بالدليل فإنك قد قلت على الله ما لا تعلم يعني مراد يعني الله سبحانه وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء أمر ربك حق جاي نگرفتی يعني مراد رب يعني مراد أمر حق جا از جاي نگرفتی دليل چه چیز به دليل آوردی آورد نه آوردی يعني أخي أنت قلت على الله ما لا تعلم هم خلانه أنت قلت على الله ما لا تعلم أنت نادونيس حقت الله تعالى بچه گفتی سخن گفتی والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه